جناب آقای مصطفی خزایی عزیز، یکی از کارشناسان کاربلد با تجربه بین المللیمون و خیلی افتخار میکنیم که در شهر و دیارمون یه همچین آشپز نمونه‌ای داریم. سلام، درود بر شما، روزتون بخیر باشه. ممنونم از شما. سلام شما چطوره؟ خوب هستین آقا؟ سلام عرض می‌کنم خدمت شما. آمدید. متشکرم. همچنین به بینندگان عزیز و محترم، خیلی خوشحالم که مجدد در خدمتتون هستم. امروز هم آموزشی رو که براتون در نظر گرفتم آموزش جوجه کباب هست با طعم باربیکیو. خب ایرانی نیست ولی خب میتونم بگم سنتی ایرانی نیست، ولی خب یه کباب بسیار خوش طعم هست. طعم دودی، درسته؟ طعم دودی داره. بله، طعم دودی داره و خیلی خوش طعمه. من اینو بهتون یاد میدم. خب یه خیلی ساده‌ام هست درست کردن. کافیه که شما این سس رو درست کنید. یک سسی رو ما برای طعمدار کردن مرغ درست میکنیم و میتونید این سس رو داشته وقتی که فرصت نداشتید یک مقدار حالا با هر قسمت از مرغ میتونید که یک مقدار از این سس رو در بیارید و سریع جوجه‌تون رو درست کنید. بله، و میل کنید. برای این زندگی‌های ماشینی که همه چی بدو هست. آره. و اینکه دودی میشه یا اینکه روی دستگاه باربیکیو یا اینکه نه. پس با سس بله، چون سس در واقع باربیکیو استفاده می‌کنیم و یک ادویه‌ای داریم پاپریکای دودی هست. حالا یک مقدار تخصصی هست، اگر که دودی هم در اختیارشون نباشه میتونن که از پاپریکای معمولی استفاده کنن. نوع پختش هم هر جور که دوست داشته باشید میتونین توی، حالا من چون به خاطری که محدودیت داشتم روی تابه انجام میدم، میتونید روی کبابپزهای در واقع زغالی یا اینکه گازی هم این کار انجام بدید. من باید حالا معرفی کنم مواد مورد نیازمون رو. سس باربیکیو داریم، یکی از طعم‌دهنده‌های فوق‌العاده فلفل ترکی است یا همون فلفل پول بیبر. یک دونه من فلفل خشک رو آوردم چون میخوام یک مقدار تند باشه. و مقداری پاپریکای دودی، آب پرتقال داریم و 3 حبه سیر داریم، نمک و فلفل. من از سینه مرغ استفاده کردم. پیشنهاد میکنم به عزیزان که از کتف بال هم استفاده کنن، خیلی خوش طعم‌تر میشه. حتما. آب 1 لیمو رو داریم، 1 عدد پیاز و 1 عدد فلفل دلمه. همه رو باید توی یک دستگاه میکسر بریزم. اول با سس شروع میکنم. درسته. پیاز داشتم که باید اونو خوردش کنم، دستگاه راحت‌تر بتونه اون رو میکس کنم. بله. حتما بایستی از آب پرتقال استفاده بشه. یک ترکیب فوق‌العاده است زمانی که شما آب پرتقال رو به همراه سس باربیکیو میذارید که طعم امتحان شده و جادویی رو میده. تا حالا امتحان نکردم ولی حتما این کار میکنم. جناب آقای خزایی، حتما این کار کنید. مطمئن باشید که دوستش خواهید داشت. دوستانی که خیلی فلفل خور نیستن میتونن فلفل رو هم حذف کنن. آره بله میتونن حذفش کنن، ولی خب پیشنهاد میکنم حداقل یک مقدار فلفلیم و تند و تیز میخوریم غذاهامون دیگه. یک مقدار پول بیبر من بهش اضافه میکنم. پودر پاپریکا که گفتی که حالا اگر دودی در دسترستون بود، اگرم نه که میتونیم از پودر پاپریکا ساده استفاده بکنیم. نداری بله. بخاطر که یک مقدار تقویت بشه اون عطر دودش، من از پاپریکای دودی استفاده کردم. و سیر که خیلی هم خاصیت داره. آب پرتقال، حتما آب پرتقال تازه باشه. بله. همین الان ترکیب اینا چه عطربویی داره. چیزی که خیلی مهمه در واقع زست، یعنی رنده پوست لیمو هست. هر جایی که ما از آب لیمو استفاده میکنیم بهتره که رنده پوستش هم داشته باشیم. بعد یک مقدار من رنده میکنم، فقط اون قسمت سفیدش رو نباید رنده کنیم چون این مقدار ممکنه تلخ کنه. عطربوی خاصی به سس ما خواهد. رنده نصف لیمو کافیه. و همیشه گفتم که برای گرفتن آب لیمو یک مقدار اونو باید فشار بدیم که راحت‌تر. نه همون فوتوپنای آشپزیه ها. و من کامل و جامع توضیح میدید و این فوتوپنا رو به ما آموزش میدید. خواهش میکنم. یک مقدارم از سبزی بیشنیز استفاده میکنم. میزانش رو حالا گفتم ولی حدود تقریبا خورد شدهش 2 قاشق غذاخوری بشه.
من روغنم بهش اضافه میکنم که راحت‌تر بتونه توی میکسر مخلوط بشه. همین اندازه کافی هست. بله. مرغی که داشتیم رو به یک ظرف دیگه انتقال میدم. بله. و از اون سوسی که داشتیم بهش اضافه میکنم. چه مدت زمان جناب آقای خزایی عزیز و بزرگوار بایستی در این سس مرغ ما همیشه برای جوجه ها خب بهتر این هست که 3 ساعت حداقل و حد اکثر اگر شرایطش مناسب باشه که بتونن که توی ظرفی باشه که هوا نفوذ نکنه به اون ظرف. بله. میتونن تا 2 روز هم نگهداری کنن. تا 2 روز نگهداری کنن. الان این میره برای طعمدار شدن. کار خاص دیگه نیازی نیست انجام بدیم و ادامهش رو در بخش بعدی. بله حتما. فقط سوسی رو که شما گفتین میشه در فریزر بله. نگهداری بکنیم. بله خب من چه میزان میتونیم نگهداری کنیم؟ موندگار هست. شما میتونید که من خودم تا 1 ماه نگهداری کردم. تا 1 ماه نگهداری کردید. بسیار عالی. سپاسگزارم از شما. تا اینجای آموزش رو داشته باشیم. رو رنده کردیم، مقداری گیشنیز گذاشتیم چون سبزی معطر. حالا میتونید اگر که گیشنیز هم در اختیار نباشه میتونه از ترخون استفاده بشه. درسته. گفتم آقای خزایی چرا نمک استفاده نکردین؟ گفتن که چون سس خودش نمک داشت. بله چون سس باربیکیو نمک داشت نمک بهش اضافه نکردم و اینکه در آخر که خواستم اون رو روی گریل بذارم یه مقدار نمک رو بهش اضافه میکنم. بله بسیار عالی. یه سیخ رو آماده کردم. فقط خب در مورد سیخ یه توضیح بهتون بدم. من برای این کباب از سیخ فلزی استفاده میکنم. درسته. و اینکه شما میتونید که از سیخ چوبی هم استفاده کنید. ولی نکته‌ای که خیلی مهمه برای اینکه سیخمون نسوزه حتما نیم ساعتی باید سیخ چوبی توی آب بمونه که یک مقدار رطوبت جذب کنه که راحت‌تر بتونیم اون رو روی گریلمون بذاریم. در غیر این صورت حتما اون سیخمون میسوزه. و از فلفل رنگی استفاده کردم برای بین قطعات مرغ هم. حالا میتونه از پیاز باشه، بادمجون، کدو، هر چیزی که شما دوست داشته باشید. خیلی هم زیبا هستن. بله میتونید هر چیزی که تمایل داشتید استفاده کنید. یه نکته دیگه هم در مورد فلفلتون بگم. همیشه به ما میگن که چرا ما وقتی که فلفل رو میخوایم حالا از سیخ رد کنیم میشکنه. و نکتهش این هست که شما فلفلاتون رو با نوک چاقو باید یک مقدار برش بدید که خیلی راحت‌تر ما بتونیم خیلی راحت‌تر بتونیم از سیخ اون رو رد کنیم. متشکرم که با جزئیات کامل برام توضیح میدید. خب من گریلمو گذاشتم، تاوامو گذاشتم گرم بشه. حرارتش رو باید کنترل کنیم. خب شما میتونید پختش رو هم روی کباب‌پزایی گازی بذارید هم روی کباب‌پزایی در واقع زغالی باشه. چیزی که مهمه حتما روی زغال یک مقدار خاکستر بشینه. بعد شما میتونید کبابتون رو بذارید که کاملا مغزپز بشه. دیگه خوش عطربو میشه دیگه. خب اینجا چون محدودیت داشتیم مجبور شدیم که روی تابه گریل بذاریم. یک مقدار روغن رو من روی تابه میریزم. آقای خزایی 2 دقیقه بیشتر زمان نداریم. چشم سریع این کار انجام میدم. متشکرم از شما. خواهش می‌کنم. بله. تو این فاصله هم که صدایی داره. بله ریزی که میکنه. من اینو جابجا کنم ببخشید. اینو میذارم اینجا. تو این فاصله یه شگفتانم دارید اینجا آره؟ بله من توی فاصله یک کته آماده کردم. چه کته خوشگل و زیبا و با سلیقه. خیلی با سلیقه. اگه دوستان بعد نشون بدن. چه بوی خوبی داره این غذا آقا. هنوز که استراحت هم نکرد. قطعا اگر میتونستیم زمان بدیم بمونه خیلی خوش طعم و خوش عطر میشه. دوستان که فرصت و زمان دارن 3 ساعت میتونن مرغشون رو در سس بذارن بمونه که خوب طعمدار بشه. یک مقدار فیله لیمو رو آماده کنم اگه فرصت بشه. این زمان پخت هم دست خود عزیزان هستش دیگه. یه سری دوستان آبدار دوست دارن. قطعا همینه. ببینید اگر که دوربین نشون بده یک قسمت پایینش رو ببینید رنگش تغییر کرده و سفید شده. وقتی که شما میبینید که سفید شده یعنی که پخته، باید اون رو برگردونید.
سریع پختش انجام میشه؟ تقریبا زمان خیلی سریع آماده میشه. بله، ولی خب برای که مطمئنم بشیم کاملا پخته است، حالا بیشتر روی کبابپز ما این کار انجام میدیم. 50-60% پختش که انجام شد، بین کبابمون یه فاصله ایجاد میکنیم که کاملا پخته باشه. دست شما درد نکنه. جناب آقای خزایی اشاره میکنن که زمان نداریم. متشکرم از شما و حضورتون در برنامه. میدونم که نیمه پس هست، ما امتحان نمی‌کنیم، زرگانی هم نیستش. اگر که لطف کنید بذارین که دوستان تصویر رو داشته باشن. ولی دوستان پخته دیگه به صورت کامل انجام میدن در منزل. سپاسگزارم از شما. متشکرم. بله، نمیدونم در دوربین میگیره اینجا من ظرفو گذاشتم یا خیر. بله، متشکرم از شما. سپاسگزارم از شما اهالی صبح و زندگی که ما رو همراهی کردید و کنار ما بودید. جناب آقای خزایی دست شما هم درد نکنه. خواهش میکنم. شما رو به خدای بزرگ میسپارم.